چه بلایی سر تو آوردن آقا؟ زمانی که بارسا بود خیلی ما رو اذیت میکرد، ولی الان واقعا دلم براش میسوزه. با اینکه ازت خوشم نمیاد ولی نمیتونم بگم که تو یکی از بهترین مربیای تاریخ فوتبال نیستی. That's why no one did 4 Premier Leagues in a row. That's the reason why. شبا نمیتونم خوب بخوابم، زندگیم به هم ریخته فلان اینا. من فکر کنم واقعا داره راست میگه. به پپ احترام نذاری انگار به فوتبال احترام نمیذاری. ولی الان چند تا بازی 12 13 تا بازی 2 تا مساوی یه دونه برد بقیه باخت. عمر مفید مربی‌ها تو اون پرایم 6 الی 10 سال، 15 سال 20 سال گواردیولا تو اوجه. آقا راه حل چیه؟ 5 6 تا بازیکنن معلومه که آقا دیگه اینا اصلا نه اینکه پرایمشون گذشته. بله میتونن مثلا تیم‌های ته جدول تو پریمیر لیگ بازی کنن، اون جووناشون رو میتونن نگه دارن، امیدوار باشن آقا مثلا تو ادامه این فصل یا حالا فصل آینده کارو بیان در بیارن. جدا از این که سری جا به بنبست تاکتیکی رسیدن، رودری نیست، کوین دی بروینه اون پاسای جادویی نمیتونه بده، برناردو سیلوا، گوندوغان همه اینو افت کردن. اوکی اخراج پپ کار درستیه، پپو بنازن بیرون همه چی حل میشه. نمیتونی ذهنیت رو یه شبه تو مغز بازیکن عوض کنی. تو اون اتمسفر سمی که الان اون کمپ سیتی هست رو نمیتونی یه ماه 2 ماه عوض کنی. تعویض مربی همیشه میگن شوک مثبتیه، حالا همیشه که معموله، ولی الان مربی نیست که مثلا آلگری رو میخوای بیاری برداری جای پپ. تازه این 115 تا اتهام من نمیدونم اگه اینا هم ثابت بشه که دیگه پپ از زبون خودکشی میکنه. اونجایی که چنگ زده بود اینا ببین خیلی برام غم‌انگیز بود. پپ همیشه قهرمان بوده، پپ همیشه اون بالاها داشته رقابت میکرده. الان که به این وضع میرسه هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو زندگیم همچین جمله بگم که کاش که سیتی وضعش بهتر بشه. با سیتی همیشه مشکل داشتم و دارم، ولی پپ فرق میکنه. آدم بزرگیه. من دوست دارم همیشه با رقیب تو چالش باشیم، همیشه مبارزه کنیم، نه اینکه ما اون بالا باشیم اون پایین یا ما این پایین باشیم اون بالا. قشنگ نیست. اون چالشه قشنگه. ارزش اینه که با هم چالش داشته باشید، با هم رقابت کنید، نزدیک به هم. 8 ماه پیش ما میگفتیم آقا برناردو سیلوا، واکر، فلان اینا بهترین بازیکن‌های دنیا تو پست خودشونن. بعد یهو با این وضعیت اصلا مصاحبهشو دیدم ناراحت شدم. پپ چی داشت میگفت، خیلی متواضعانه صحبت میکرد که آقا تقصیر من، مربی باید راه حل پیدا کنه. اینا فشار رو می‌خواست برداره از رو بازیکن‌ها، ولی آقا تو بعضی بازیکنات فاجعه بدن. انگار اصلا مغزشون تخلیه شده. خیلی‌ها میگن آقا اینا اشباع شدن 4 تا پریمیر لیگ پشت سر هم. پپ اجازه میده بازیکنی که اشباع بشه تو اسکواد تیمش بمونه. ما تو رخکن نیستیم، ما تو مغز پپ نیستیم، تو مغز بازیکن‌ها نیستیم ببینیم مشکل چیه. آقا همین کایل واکر 4 ماه پیش این شکلی بازی می‌کرد، یا برناردو سیلوا، فودن، اینا من نمیدونم چه بلایی سرشون اومده. طرف رفته جادوگر استخدام کرده. من دیگه فقط این چیزها رو مغزم قبول می‌کنه. جدی میگم. پپ بخواد بیاد استعفا بده یا اخراجش کنن و احتمالاً راهی هم نیست. فوتبال خیلی بیرحمه. فوتبال نه به فرگوسن احترام گذاشت، نه به آرسن ونگر. مردم احترام میذارن ولی فوتبال احترام نمیذاره. فوتبال میگه، میرسیم به همون جمله کرگر که آقا قبل از اینکه فوتبال ترکت کنه تو فوتبالو ترک کن. رئال هم که 15 تا UCL داره، این 15 تا UCL تو 15 سال پشت سر هم به دست نیومده. خیلی‌ها میگن آی اینا فوتبالو کشتن با این سبک از فوتبال. اینا اونا بحثای دیگه است، کاری نداریم، ولی خیلی چیزا هدیه داد که از بدترین دربیای منچستر بود که من دیدم. جدی میگم. یعنی من چیز رفت تو چشم. نمیشه همیشه تو اوج بود. درسته مربی لیگ، مربی UCL نیست، همه این انتقادات درست. 20 سال تو اوج میشه. آنجلوتی احتمالاً مورد استثناء. پارما، یوونتوس، میلان، رئال، چلسی، PSG، بایر مونیخ همه اینا تو اوج بود. احتمالاً کارلتو رو باید بذاریم کنار فرگوسن و ساکی و مسی، اینیستا، ژاوی، بوسکتس و خیلی از بازیکن‌های دیگه مدیون پپن. حتی KDB